توی یه دایرکت عجیب یه نفر یه خونه متروکه بهمون معرفی کرد و میگفت این خونه تسخیر شده و با اینکه نمیخواست نامش فاش بشه میگفت یکی از اقوام نزدیکش تو این خونه زندگی میکرده و چند وقت از اونجا فرار کردن چون باور داشتن چند جن سیاه اونجا رو تسخیر کرده که باعث شده زندگیشون به خطر بیفته. ما به احترام این خانواده اسمی از این خونه و محل دقیقش نمیاریم، اما تو آخرین روزایی که اونا ساکن این خونه بودن پدر این خانواده بی دلیل خودش رو تو چاه وسط حیاط غرق میکنه و بعد از اون اتفاقات ترسناک تو این خونه شروع میشن. وسایل خود به خود تکون میخوردن و شبا میشد صدای حرف زدن چند نفر غریبه رو تو خونه شنید و موضوع ترسناکتر اینه که همه اعضای این خانواده اعتقاد داشتن که این اتفاقات به هیچ عنوان نمیتونن متعلق به روح پدرشون باشه و همین داستان باعث شد فکر کنیم چی میتونه این خونه رو به تسخیر خودش درآورده باشه. آیا میتونه کار موجودات شیطانی باشه یا روح مردیه که تو حیات خونه غرق شده؟